امروز میخوام ببرمتون خونه نرگس، زنی که توی تاریکی‌های زندگی همیشه راهی برای رسیدن به نور پیدا کرده. من اسمم نرگس نوابه، متولد سال 1363. من در واقع تو محله کامرانیه به دنیا اومدم. توی 10 سالگیم که دیگه یه ذره بزرگ شدم اومدیم آهسته و من همیشه خودم رو بچه مجتمع آهسته میدونم. حسن علی یا در واقع همسرم که فوت شدن بودن. ما از 10 سالگی با هم دوستای خیلی صمیمی بودیم، با هم وسطی بازی میکردیم، قلعه بازی میکردیم، حتی یه سری عکسای عروسیم دقیقا زیر همون درختیه که بچه بودیم مثلا اونجا قلعه بازی میکردیم. منم توی دانشگاه مهندسی کشاورزی صنایع غذایی خوندم و واقعا اصلا اولین بار ایده شغلم که در واقع قنادی یا شیرینی پزی از دانشگاه اومد. دیگه شروع کردیم با هم دیگه به شیرینی پزی و افتادیم تو مسیر زندگی. ما اول کارمون رو با هم درست کردیم و بعد تو 25 سالگی با هم ازدواج کردیم و متاسفانه توی 33 سالگی من حسن علی رو از دست دادم و حسن علی فوت شد. سخت ترین لحظه‌ای که تجربه کردم بعد مرگ حسن علی، قطعا همه فکر میکنن که تو مراسم تشییع بوده که خب مثلا کسی نیست که ندونه چقدر سخته که آدم عزیزش رو به خاک بسپره، ولی من سخت‌ترین لحظه‌ای که تجربه کردم از در خونه اومدم تو و دوستای مامانم یک گلدون خیلی بزرگ ارکید برای مراسم حسن علی فرستاده بودن و من یک لحظه اینجوری بودم که عکسش رو بگیرم برای حسن علی بفرستم و من واقعا تو اون لحظه انگار گلوله خوردم. یعنی واقعا تو اون لحظه اینجوری بودم که هیچ جا یعنی کجا، هیچ وقت یعنی چی. یعنی نقطه‌ای که دقیقاً از این تاریکی بیرون اومدی یا تصمیم گرفتی بیای بیرون که فهمیدی که دوباره باید سرپاشه و زندگی کنی کی بود؟ من میگم من واقعیتش از ثانیه اول قصد نداشتم که توی اون حال بمونم، چون واقعا جهنم بود، اصلا موندن نداشت اون حال. ولی یه پوسه بود، واقعا یه لحظه خاص نبود که بگم من از این تاریکی تونستم بیام بیرون. واقعا اینا حرفاییه که من توی 40 سالگی بهشون رسیدم. یه بار من یادمه به یکی از عزیزانم با حسن علی قهر بودم، خیلی کوچولو بودیم، گفتم حالا من با حسن علی قهرم، قصه داشتم میخوردم. گفت چرا قصه میخوری، مگه بی‌هنری؟ من اون موقع نفهمیدم این خانم به من چی گفت و واقعا هنرهایی که من داشتم منو دوباره سر پا کرد. من با رقص از جام پا شدم، شیرینی پزی از جام پا شدم، با نقاشی، حتی من فلوت یاد گرفتم. یهو شروع کردم به ایران گردی. تا قبل از کرونا من هر ماه یه سفر ایران گردی می‌رفتم، یعنی فقط کار میکردم پول درآوردم سفر می‌رفتم. خیلی سفر به من درس داد. بعد از گذشت سالها الان عشق برات چه معنایی داره؟ مثلا با اون عشقی که تو دوران 17-18 سالگی تجربه کردی فرق کرده؟ خیلی فرق کرده. نمیتونم بگم، دوستان بیشتر راجع به خود عشق صحبت بکنم. عشق در معصومیت یه شکل دیگه ای کاملا داره. من زمانی که اولین بار عاشق شدم نمیدونستم از دست دادن یعنی چی، نمیدونستم هجر یعنی چی، نه به این فکر میکردم که فردا چه اتفاقی میافته. خیلی منطقی روش نبود، یه جریانی بود که منو با خودش برد. الان میدونم تا لحظه‌ای که بمیرم من در منزلگاه عاشق میتونم باشم، چه کسی باشه و چه کسی نباشه. من با گربه‌ام، با کارم، با در، با دیوار، واقعا عرفا میگن عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یه گنج اینه که تو دیگه بتونی بدون یک دلیل بیرونی در عشق زندگی بکنی. از نظر رابطه اگه این سوال ازم میپرسیم، من فکر میکنم تو سن 40 سالگی و با آگاهی به این که شما بالاخره عشق تو از دست میدید به هر طریقی که شده، به نظرم عشق در سن بالا یه مدیریت رابطه است، آزادی به معنای کلمه، رفاقت و دل شیر. گفتی که در 40مین روز درگذشت پدرت به دنیا آمد و مامانتون شما رو 3 دختر رو با تنهایی دست انداخته کرد. وقتی همسرت فوت کرد با مامانت چقدر دلاتون به هم نزدیک شد وقتی یک اتفاق مشترک رو در جوانی تجربه کرده؟ میتونم تقریبا نه تحقیقا اینو بگم که
من 3 سال اول که واقعا حالم بد بود فقط مامانم داشتم، هیچ کس دیگه نه اینکه نخواد نتونست کنار من باشه و تنها کاری که مامانم با من کرد گوش دادن بود. من دائم میرفتم روانشناس، یاد میگرفتم و هر روز صبح بعد صبحونه ما دوتایی با هم میشستیم و راجع به این مسائل صحبت می‌کردیم. اصلا من جایی به زندگی برگشتم، واقعا مغزم برگشت که من مامانم دستش شکست و من انقدر احساس مسئولیت کردم که دیگه من باید برگردم به زندگی که ازش مراقبت کنم. از اونجا من حالم خوب شد و واقعا میگم یعنی تنها چیزی که برام موند مامانم. حتی به زنانی که همسرشون رو به تازگی از دست دادن در اوج جوانی چی داری بگی؟ برو دنبال عشق به خودت. بهترین کار اینه که از نظر مالی، از نظر روانی، از نظر فیزیکی، از هر نظری بره آدم برای که خودش رو محکم‌تر کنه و اون جای خالی رو با خودش پر کنه. اینا درساییه که من با کلیشه نگرفتم، اینا درسایی که من با اشک و آه و خون و گریه گرفتم که تو اگر اون خلأ عظیم رو بخوای با چیز بیرونی پر کنی هر لحظه تنهاتر، درمونده تر و حال بدتر میشی. ولی اون خالی بودنی که حس میکنی وقتی تو میری یه هنر یاد میگیری انگار 2 شاخه جوون توش به وجود میاد. وقتی تو سفر میکنی، وقتی تو دوستای جدید پیدا میکنی، وقتی تو رو روانت کار میکنی، اینا شروع میکنه تو رو از نو پر کردن. حالا یه درخت جدیدی میشی ولی به هر حال از نو پر میشی. من واقعا فقط چیزی که میگم اینه که واقعا از آدمای دیگه نخواهید که نجاتتون بدن. بشر نمیتونه نجاتتون بده. مشاور بله، کسی که کار حرفه‌ای میکنه بله، ولی از بقیه نخواین. شروع رابطه‌های سریع بعدی اینا جواب نمیده. اگر همسرت الان زنده بود و الان جلوت نشسته بود چی بهش میگفتی؟ اولا حتما بهش میگفتم که هنوز چقدر دوستش دارم و دوست داشتنش همیشه یه بخشی از وجودمه. همیشه به من میگفتش که تو خوشحال باش من خوشحالم. نمیدونم اون قسمت آخر فیلم تایتانیک رو یادتونه که میگفتش که زندگی رو ادامه بده، فقط ادامه بده. دوست دارم بهش بگم که ببین من به اندازه سهم زندگی که تو نکردیم جای جفتمون دارم زندگی میکنم. جاهایی که دوست داشتیم با هم بریم و دارم میرم، کارهایی که دوست داشتیم بکنیم و انجام میدم، یه روزی کتابمون رو مینویسم و حداقل تا روزی که من زندم تو رو در یه بخشی از خودم زنده نگه میدارم. هنوز سر خاکش میری؟ من بچه که بودم هر وقت با مامانم میرفتیم سر خاک بابام، مامانم میگفت من به خاک اعتقاد ندارم، آدما تو دل آدمن. من به خاک هیچ وقت اعتقاد نداشتم ولی سر حسن علی ماجرا فرق میکنه. ببین وقتی مثلا آدم یه اعضای خانواده‌اش که همسرش نیست از دست میده انگار یه پذیرشی پیدا میکنه و اون خاک حتی شاید بهش آرامشی میده. البته شاید خیلی همسرشون فوت کنه و بهشون آرامش بده برن سر خاک، ولی برای من نه. برای که من جدا از روح اون آدم عاشق اون بدن بودم و تصور اون بدن تو اون شرایط برای من خیلی دردناکه. الانشم که فکر میکنم من خیلی شفا پیدا کردم، شاید من 2 بار یا 3 بار جز مراسم اصلی رفتم سر خاک. بعد از 7 سال وقتی رفتم واقعا پاهام سست میشه، یعنی اصلا دیدن اون اسم رو اون خاک، اصلا تصور این ماجرا منو از پا میندازه و چیزی که به من حال بهتری نمیده من جز وظایف خودم نمیدونم انجامش بدم. قطعا کسایی از عزیزانمون میرن تمیز میکنن میرسن، ولی اون خاک برای من خیلی تاریکه. من خیلی توانشو ندارم، ولی همین ته باغچه‌مون یه باغچه‌ای بوده که با حسن گل میکاشتیم و مثلا هر بار این روزا گل میده من میگم اینجا برای من نماد حسن علیه. یعنی متفاوته برای آدمای متفاوت. برای من سنگ قبر آرامش نمیاره و من سنگ قبر مردگی میاره. واقعا نرگس جون گفتی که با هم دیگه با همسرتون کار رو شروع کردین، استارتانی و پیش بردین. بعد از مرگش قطعا یه پروسه‌ای متوقف شد. چطوری دوباره احیاش کردین؟ من با حسن علی کارگاه داشتیم و بعد از مرگ حسن علی خب من کارگاه رو از دست دادم و نمیتونستم، توانش هم نداشتم واقعا. ولی من از چند سال قبلش شیرینی‌پزی درس میدادم و همچنان درس دادن رو ادامه دادم.
ولی 1-2 سال بعد خیلی حالم بد شد و یه بحران میان سالی زودرس من در واقع گرفتم و انقدر کار به من اضطراب میداد که بوسیدمش، کشتمش کردم. این یکی از جالب‌ترین اتفاقات زندگی منه. 2-3 سال که از کارم دور شدم، یهو احساس کردم که من کارم رو دوست دارم، من انرژی پشت کارم رو دوست ندارم. من تا یه سنی که خب حالا 30 خورده ای سالگی بود، خیلی هدفمند، خیلی با انرژی مردانه، خیلی برای به دست آوردن دستاورد کار میکردم و خب این با روان زنانه توی سنی دیگه خیلی خانایی نداره. خب تو 40 سالگی دیدی انگار خانوما دیگه خسته میشن از کارهای خیلی مردونه و اون 3 سال فاصله‌ای که دادم باعث شد من دیگه به کارم به چش یه تابلوی نقاشی نگاه میکنم و من با یک انرژی زنانه که دنبال دستاورد نیست، دنبال لذته، دنبال زیباییه، دنبال خلقه. در حال من تو سنی بودم که بچه دار ممکنه دیگه هیچ وقت نشم، ولی من بالاخره یه مادر درون دارم که خالقه و نگه دارنده است و وقتی رفتم تو این انرژی زنانه و شروع کار کرد، همه چیز یه جور دیگه شکوفا شد و خیلی جالب. همون شغل بود، فقط انرژی من متفاوت بود و ادامه دادم.